بچه چجوری بیان عروسم اومدیم با ویدیو جدید. بچه میخوام آشپزی کنم براتون. آخه من هیچ وقت آشپزی نکردم. میخوام برای اولین بار نودل درست کنم. روغن داریم، ادویه هم داریم، البته خودش ادویه داره، رب داریم، چاپستیک داریم، چنگال هم داریم، دستگیره هم داریم، اندک هم داریم، قاشق هم داریم، یه دونه دیگ هم داریم پر آب که من از قبل ویدیو توش آب کردم. روغن هم آره گفتم دیگه داریم و میخوام برم براتون نودل درست کنم. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کامنت دنبال فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. هی وی گو. خب بچه ها ما آب گذاشتیم جوش بیاد، بعد واسیم تا جوش بیاد. خب بچه ها نودل ها رو میخوایم ببینیم با چه طعمه. اولش اینه که با طعم گوشته و مارکش با بقیه‌شون فرق داره. این یکیش هم با طعم گوشته ولی این یکی فرق داره، این یکی قاشق‌تره. میخوام این دوتا گوشتا رو با هم درست کنم، این قاشق‌تره میخوام جدا درست کنم. خب بچه ها آب دیگه جوش اومده، خیلی زیرش هم کم کردیم. حالا باید یه ذره روغن بریزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزا خطریه. بس دیگه نمیریزم. خب بچه حالا آبش یه ذره هم میزنیم، بعدش نودل میریزیم. خیلی آبش رو خدری رو باید میکنم. اولش دیگه نودل یه ذره شکل بیاریم. شاسی نودل فیکه. حالا دیگه نمیدونم چیکار کنیم. حالا دیگه تموم شد. تموم شد. حالا بریم سرورش کنیم. یه دیگه اونو بازی کنیم. بریم نمونه. شواشی برمی‌داریم. چون داریم. یکی چشه؟ فعلا همین رو میخوریم. اینش رو برمی‌داریم. دستم سوخت. چاپستیک. وای میشیم تا سرد شد. خب حالا میایم تا قبل از اینکه این سرد شه آبش رو برمی‌داریم به حالت چوسی کره‌ای. چوسی کافیه. حالا فوت. خیلی داغه نمیشه خوردش. ادویه‌اش رو باز کردیم. یه ذره ادویه
سابستیوت میزنیم، یه ذره چاپستیک برمیداریم، خیلی خوشمزه است. شما هم میتونید آخر شب وقتی همه خوابن، وقتی گشنه‌این، بیاین نودل برین از پیش بقالی سرکوچه نودل بخرین، درست کنین. خدای شکر.